در این جلسه سعی دارم به شما بگم که چه کسایی نیازمند مشاوره ژنتیک هستند و چه دلایلی لازمه برای انجام مشاوره ژنتیک. سلام، من دکتر احمد ابراهیمی هستم، دکترای تخصصی ژنتیک و مشاوره ژنتیک پزشکی. یکی از شایع‌ترین دلیل هایی که برای انجام مشاوره ژنتیک لازم هست، مطرح هست و زوجین بیشتر و بیشتر در ارتباط هستند، مشاوره ژنتیک قبل از بارداریه، تصمیم و مدیریت بارداریه. به این معنی که قبل از بارداری خیلی از زوجین اضطراب و استرس این رو دارن که آیا من جنینم سالم خواهد بود؟ آیا من بیماری ژنتیکی دارم که بتونه خطرناک باشه برای نسل بعدم؟ و آیا من میتونم جلوی این بیماری ها رو بگیرم، از قبل پیشگیری کنم، درمان دارد یا ندارد؟ در خیلی از مشاوره های قبل از بارداری ترس زوجین بیمورده و همون جلسه مشاوره خیلی از این استرس ها رو از رو دوششون برمی‌داره. آیا مشاوره ژنتیک برای همه زوج‌ها لازمه؟ بله، با توجه به اینکه ما بخشی از بیماری‌های ژنتیکیمون در جمعیت ایران و یا در جمعیت هر کشوری شایع هست و فرقی بین فامیل و غیر فامیل نیست، پس زوجین غیر فامیل همانند زوجین فامیل نیازمند مشاوره ژنتیک هستند، چه قبل از ازدواج چه قبل از بارداری. کسایی که خیلی لازمه براشون واجب هست که برای مشاوره ژنتیک مراجعه بکنن، زوجینی هستند که سابقه بیماری‌های ژنتیکی در خانوادهشون، در شجرهشون یا در خودشون دارن. زوجینی هستند که سابقه نازآیی ناباروری دارن. زوجینی هستند که میخوان کارهای تهاجمی انجام بدن، مثلا تعیین جنسیت جنین. اینها افرادی هستند که لازم حتما قبل از هر گونه اقدامی و اقدام به بارداری مدیریت بارداریشون رو با یک مشاور ژنتیک در واقع به اشتراک بگذارن تا اون بتونه با توضیحاتش به شما کمک مفید انجام بده. خیلی ممنون.